به کتابخانه عامه تان خوش آمدید. به کتابخانه عامه تان خوش آمدید. کتابخانه های عامه یک منبع رایگان و ارزشمند هستند که برای همه اعضای جامعه در دسترس می باشند. کتابخانه ها مکانی هستند که خدمات فراتر از امانت دادن کتاب ها دارند. آنها مکانهایی برای آموزش، یادگیری، سرگرمی و مشارکت اجتماعی به شمار می روند. کتابخانه ها برای افراد با هر سن، پیشینه و تجربه فرصت فراهم می کنند تا دانش خود را گسترش دهند، علایق خود را کشف و دنبال کنند، با دیگران ارتباط برقرار نمایند و از رویدادها، برنامه‌ها و فعالیت‌های جامعه خود آگاه شوند. کارمندان کتابخانه که کتابدار نامیده می شوند، معمولاً برای پاسخگویی به پرسش‌ها و کمک به بازدید کنندگان هنگام استفاده از کتابخانه در دسترس هستند. به محض بازدید از یک کتابخانه، شما و خانواده تان بارها و بارها تمایل به برگشت خواهید داشت تا از تمامی امکانات و خدماتی که ارائه می دهد بهره مند شوید. شما می توانید از کتابخانه کتاب و سایر وسایل را امانت بگیرید و در برنامه‌ها و فعالیت‌های آن شرکت کنید. اگر در همان شهری زندگی می کنید که کتابخانه در آن قرار دارد، عضویت رایگان است. بیشتر کتابخانه ها نام، آدرس و شماره تلفن یا آدرس ایمیل شما را درخواست می کنند. بعضی از کتابخانه ها نیز کارت شناسایی یا آیدی می خواهند. در ایالت ورمانت، کتابخانه اجازه ندارد اطلاعات شما را با هیچ شخص یا اداره‌ای شریک سازد، مگر اینکه حکم محکمه وجود داشته باشد. این موضوع بسیار به ندرت اتفاق می افتد. حتی کتاب‌هایی که امانت می‌گیرید و برنامه‌هایی که در کتابخانه در آن شرکت می‌کنید اطلاعات خصوصی هستند و کتابخانه اجازه ندارد آنها را با کسی شریک کند. کتابخانه‌ها به مردم اجازه می‌دهند که حتی اگر عضو نباشند نیز از کتابخانه بازدید کنند. کتابخانه‌ها وسایل و منابع را به طور رایگان برای چند هفته به بازدید کنندگان امانت می‌دهند و سپس این وسایل باید بازگردانده شوند. این منابع می‌تواند شامل کتاب‌های بزرگسالان و کودکان، روزنامه‌ها، کتاب‌های صوتی و موسیقی، دیویدی‌ها و حتی ابزارهای خانه یا حویلی شما باشد. کتابداران می توانند به شما کمک کنند تا کتاب‌هایی را که در مورد موضوعی که ممکن است برایتان جالب باشد پیدا کنید. آنها همچنین می توانند برای کتاب بعدی شما پیشنهادهای ارائه دهند. بیشتر کتاب‌های کتابخانه به زبان انگلیسی هستند. اما شما می توانید از کتابدار بخواهید کتابی به زبان خودتان برایتان تهیه کند و آنها تلاش می کنند آن کتاب را از کتابخانه دیگری سفارش دهند. این کار امانت بین کتابخانه‌ای یا Interlibrary Loan نامیده می شود. وقتی کتابی که درخواست کرده اید برسد، با شما تماس گرفته می شود و سپس می توانید آن را از کتابخانه محلی خود امانت بگیرید و دوباره برگردانید. بسیاری از کتابخانه ها همچنین وای فای رایگان، کامپیوترهایی با دسترسی به اینترنت، پرینتر و اسکنر، کتاب‌های الکترونیکی و سایر منابع آنلاین را نیز ارائه می‌دهند. گاهی اوقات صنف‌هایی برگزار می‌شود تا به شما
استفاده از کامپیوتر و اینترنت را آموزش دهد. علاوه بر وای فای و کامپیوترها، کتابخانه ها از طریق دیتابیس ها یا پایگاه های اطلاعاتی دسترسی به معلومات در اینترنت را نیز فراهم می کنند. دیتابیس ها رایگان هستند و شامل مقاله ها، کتاب های الکترونیکی، ویدیوها و تصاویر در یک جا می باشند. آنها اطلاعاتی درباره همه چیز ارائه می دهند. از مقاله هایی که شما یا فرزندتان برای مکتب یا دانشگاه می نویسید گرفته تا دستورالعمل های مربوط به پروژه های خانه و سرگرمی ها. کتابخانه ها اغلب برنامه ها و رویدادهای رایگان برگزار می کنند. این برنامه ها می توانند شامل رویدادهای آموزشی مانند صنف های زبان و همچنین برنامه های هنری و موسیقی باشند. بسیاری از کتابخانه ها جلسات قصه خوانی برگزار می کنند که در آن کتابدار برای کودکان و مراقبان آنها با صدای بلند کتاب می خواند. این جلسات نه تنها مورد علاقه کودکان بلکه مورد علاقه والدین آنها نیز می باشد. بازدید کنندگان کتابخانه همیشه می توانند از تشناب‌ها و آب آشامیدنی، میزها برای کار یا انجام وظایف درسی، مکانهای آرام برای مطالعه و همچنان از چوکی‌ها و محل‌های نشستن استفاده کنند. بسیاری از کتابخانه‌ها همچنان اتاق‌های جلسه دارند که شما می توانید آن را به شکل رایگان رزرو کنید. کتابداران آماده اند تا به هر پرسشی که بازدید کنندگان ممکن است در مورد هر موضوعی داشته باشند پاسخ دهند. حتی اگر یک کتابدار نتواند فوراً به سوال شما پاسخ دهد، زمانی که پاسخ را یافت به شما اطلاع خواهند داد. با بازدید کتابخانه محلی خود و از مشاهده خدمات گسترده آن مسرور خواهید گردید.